هیچ چیزی مثل اخلاق آدمو عاشق نمیکنه. اخلاق با زیباترین آدم فکر کن تو دنیا هم ازدواج بکنی، اخلاق نداشته باشه حالت به هم میخوره ازش. ای کاش بتونم اینو انتقال بدم، یعنی بعداً خودتون تو زندگی بهش نرسید. وقتی ببینی همسرت پات وایستاده، ببینی پدر مادرت یه چیزی بهش گفتن، انصافاً هم بی انصافی گفتن، اما احترامو چیکار کرد؟ نگه داشت، تو روت هم نیاورد. این آدم با مرامی، این آدم با معرفت، این ارزش رفاقت داره. این همسر زندگیه، این مرد زندگیه، این زن زندگیه. این طرف ماجرا هم هستش که شریک زندگی ما ممکن نفر فداکاری بکنه، وفاداری بکنه، اما بگه بشکن این دست که نمک، اون یارو نمیبینه. بعضی اینجوری ان، مثل گربه تو میخوای چیز پرت کنی اینجوری چشش میبنده. یعنی من بعضی حالا برداشتایی کردن تو ادبیات میگن نیدم تو کی بود یا کمک، ممکن جوجه خونتون هم بدزدن ببرم. آدم باید با آدم با حیا، با شرم، با مرام، با معرفت ازدواج بکنه.